سلام علیکم به همه. با شما هستم زارالدین سنت‌الله و شما قرار دارین در کانال سنت تیوی. برنامه امروزه ما نام داره شوخی‌های بی‌تحقق. شوخی‌های بی‌تحقق. ما امروز با شما یک چند ویدیو را تماشا میکنیم و در کامنت‌ها می نویسیم که در همین حالت‌ها اگر که ما دچار شویم چه حسیات به خودمون داریم. رفتیم سر میکنیم ای ترینری بهترین. بس اونم خیر. او رفتیم. باز به ما اسم. او رفتیم. دورنگ میزنم. آقا چه واسه پریوارا. بچه بخیمه غلطی. بخیمه غلطی میگه بیچاره چه لسش حوار شده. شوخی‌های بی‌تحقق. دیگرش تا میگذاریم که ایش چی باشه. زن هنگام رانندگی در نزد دیوانخانه چرخ ماشینش شکاف شد و مجبور شد تا آن را عوض کند. قصه دردناک. چرخ ماشینش شکاف شد و مجبور شد تا آن را عوض کند. وقتی که او به این کار مشغول بود، یک ماشین دیگر با سرعت از نزد ماشینش گذشت و بالت‌های چرخ را که در زمین بودند به جوی پرتافت و آنها را آب برد. زن حیران شد که چیکار کند، زیرا دیگر بالت نداشت که چرخ ماشینش را محکم کند. وی خواست که ماشینش را گذاشته برای خریدن بالت رود. در همین وقت یکی از بیمارانی که از پس پنجره دیوانخانه نظاره میکرد آواز برآورد و گفت: از هر سه چرخ دیگر ماشین یکتاگی بالت گیر و چرخ احتیاطی را با آن محکم کن تا توانی. استفاده کنید یک دیوانه دم هیشا را ثابت میتن. ایرا برای دیوانگیش محکم کردگیند که دم هیشا در عقلش خوب کار میکنه. با توانی به نقطه تعمیر برسی. زن اول به سخنان او اهمیت نداد و بعد از کمی اندیشه دید که راه حل درست این است. پس به مصلحت او عمل کرده چرخ احتیاطی را بست و خواست به راه برآید و پیش از رفتن به آن مرد خطاب کرده گفت: این فکر جالب و خیلی زیرکانه بود، پس چرا تو را در دیوانخانه نگه می‌دارند؟ آن مرد تبسم کرده گفت: من کارمند اینجا هستم، دیوانه پدرت است. این پدرنالت کارگر دیوانخانه بوده. زنم حیران شد به فکرم که یک دیوانه ثابت شده سه عقل خودش به این کار نمیگیرن. شوخی‌های بی‌تحقق. بگذاریم در دیگریش. خودم برای زن میگیرم کمکت کنه، کاراتو بکنه، باهات خرید بیاد، تنهایی درت بیاره. شیر مادر حلاله. من خودم یکی زنه کبینه این تلکی شده شد که مرد خچد زن دیم داده سه اموچه مرده که تماشا میکنیم کچ خیلی شیر مادر حلاله. من خودم یکی رو در نظر داشتم، میخواستم بهت بگم که کمکت کنه از تنهایی درت بیاره. این مرده که هم بود تیار بوده. داداش یه لحظه گوشی رو قطع کن، بهت زنگ میزنم. این پدرنالت نوشنیک داشته در تگی رومولش. این مرده که هم خوشوک نخل کردن که جرس شمه برورم. شوخی‌های بی‌تحقق. در همینجا میخوام یک معلوماتی مهم به شما برسانم. باور دارم که به همه شما در کارهای بلیط های هواپیما با نرخ های دسترس، همچنین گرانیسه گذاشتن با سامالیات در مدت یک سوتکه و همچنین پرویر کردید تمام دکومنت های شما، یعنی که رجیستراسیون، پاتنت، دپورت، زپرت و دیگر اسلوب‌ها هسته، میتونید مراجعه کنید فقط در نمره واتساپ. و همچنین نفرایی که میخواهند خودشان یا اینکه نزدیکاشون به حج عمره روان کنند به همین رقم مراجعه میکنید. با تمام شرط و شرایطها با نرخ‌های دسترس این زمان بهترین ایام برای حج عمره هستند. مراجعه میکنین، همه اصلاحی‌ها را میفهمونندتون و همه در خوبیش چیه که وقتی شما به این شرکت مراجعه میکنین کنسولتاسیا در همه باره به پولای چقدر که شما خواهید با تمام سوالاتون وقت جدا کرده جواب میتین. مرحمت مراجعه کنین. بلیط های هواپیما، پرسچینی گرانیسه با سامالیات، پرویر کردید دکومنت ها و همچنین حج عمره. همین جای ویدیو را یک اسکرین شات کرده در تلفنتون گیریم. باور دارم که به شما حتما در کار میشه. شوخی‌های بی‌تحقق. خیلی یک دسته ویدیویی بود که اونقدر معنا نداشت. اگه میگذاریم به تماشای ویدیوی علیمای عصری نو که بیاوریم چی میگن. یگان بار از تاجیکستان بریم برآمدگی هستی؟ مسکو رسیدم. کاسموس رفتم. نه اینجا شوخی نیست، کم در ای شوخی طرف یا سوالی. اگه پرسید که یک آدم هشارده با گفتی خودش پرسید که یگان بار مسکو رفتگی، گفت که آوی مسکو کجای؟ من کاسموس رفتگیم. آواز دختر گفته که ای شوخی بیرون رفتگی یا نه اگه سریوز پرسید که گوش کنیم چی میشه؟ نه دادم اینجا شوخی نباشه. خب روسیه من روسیه نرفتم. مسکو امی دو بار رفتم.
من نفهمیدم. من سر ببینیم چی گفت. Россия ما روسیگا نرفته بودم. روسیه نرفته بوده. Москва امی دو بار رفتم. Россия ما روسیگا نرفته بودم. Москва امی دو بار رفتم. روسیه نرفتگی بوده، نه که مسکو دو بار رفتگی بوده. گفتم که علومای عصری نو تماشا میکنیم. شوخیایی بتهم. یک عادت دیگه هست که وقتی آدم‌ها صاحب یگان ماشین میشوند یا صاحب یگان چیز قیمت بها میشوند، بعد جلوشون در نظرشون نمیتونه یا که دیگه آدم‌ها را به نظر نمیگیرن، برای که صاحب ماشین شده دیگه این صحنه به فکرم هم خیلی میشه. با یک جهت تماشا میکنیم که چی رخ میده ایجاده. ای مبارک شه حاجی جان، صاحب ماشین شده. جابنز باشه. در روزای نرس صدا برای. کلیدای ماشین گیر سفره چه چرا نه؟ برات ماشین مبارک شه. ای بچه جورا ایجا جورش اومد مبارک گویش کرد، جورش تله کرد، مقصد که روشایی کبوتری آزاد شده با قلای بلند رسیده. جورا چونید به داخل واه اومده پرسه و برداره بچه ایدین نه. شوخیایی بتهم. برادرای ویدیویی که تازه تماشا کردیم شاید که کم تعب شما را بالیده کرده باشه. و عین حال یک زمانی هست که تمام آدم‌ها درباره پولدار شدن، درباره چه خیل بیزنس اداره کردن، درباره چه خیل عبارات دادن بیزنس با آواز تماشا میکنیم. یک ترینر که ثابت بنهایت خوب میته، خوبترش به همه کسا میبینیم که چی میگه. بدن کسی که میخواد ازتون خرید کنه تکیه داده عقب، یه پاش اینجاست یه پاش هم سمت شما. دیدی این حالتو تموم قراردادو در بیار، توضیح اضافه نده. حالا اگه مشتری دو تا پاش عقب بود، اینجا در ثابت داده سعی که اگر شما مشتری را دیدین که یک پاش قفا یک پاش پیش موندگی باشه، زنچی تمام شما تیار بشین که مشتری از شما بار میخره. اگه دوام شده میگیم چی میگه؟ نده. حالا اگه مشتری دو تا پاش عقب بود، این یعنی از شما خرید نمیکنه. و دیگه میشه میگه که اگر هر دی پای مشتری به قفا موندگی باشه، مشتری از شما خرید نمیکنه. یعنی به امیدی خریدی و نشینه پای کارتون میشین. و همین را تماشا میکنیم حاضر در عمل، یعنی که شخص به خریداری چیز میآید و از همین توصیه‌های ترینر استفاده کردن میشه فروشنده. میبینیم که جواب میده یا نه. یک پاش پیش ما بنویسم گفت هر دی پاش قفا کرد. بنویسم یا ننویسم؟ این در نظر خودمون اگر یک ویدیوی شوخی باشه نگی همه خلاده امروز هم در اینترنت ترینینگ زراندستن و وابشم آدمایی هستن که درباره بیزنس توصیه میتن. بسیاریاش خودشون آدمایی هست که یا بانکرات هستن یا که بیزنسی ندارن که در عمل نشون تیان، یا اینکه از حساب همو ترینینگایی که میگذرانن از حساب همو درآمد دارن. این همونا را در نظر داره. شوخیایی بتهم. یک چند ویدیویی که از تماشا کردیم برای بالیده کردن تعب خودمون بود. اکنون تماشا میکنیم یک بانوی را که شعر میخونه و شعرش به نهایت پرمضمون است. باید همه کسا تماشا میکنیم که با دقت بود. مهرآور و مهربخش و مهرآموزی، شاهنامه خورشیدی جهان افروزی، هر قوله که سر کشد بر آن در قدر نالتی. سیگنال برحمش. شوخیایی بتهم. وقتی که در فوتبال راحت نمیتم که ببینید چی هم شده. حالی شما با ما خرسنده کنیم بازی کنیم. یه بیچاره را در فوتبال راحت ندادن علم داره که درست چی هم خرسنده تونه شما میگیرم سویتا تونه میکشم. پریستوید کریم بیچاره در توا علم داره که سویتا استادیون را پول نکشت. شوخیایی بتهم. حالا در یکی از راه‌های اسفالت شده بهترین ناحیه هستیم. چنانکه می‌بینید راه تماما به خطر بوده. در راه به خطر آدم با ولی کشته درون آب در اومد. شب بخیر میمونای طرفی عروس خزم بره. امیدوارم که در چند لحظه با ما بودین، کمتر تعب خودتون بالیده کردین. اگر خواهید که چنین برنامه‌ها برآمدن گیره نگاه کنین، حتما لایک هم مونین
و در کامنتاری فکرهای خودتان نسبت چنین برنامه‌ها نویسین. در آخر یک معلومات مهم دیگه ایمینا برای مهاجران نفرایی که شما میخواین که روبل دارین به تاجیکستان سامانی روان کنین یا که از قزاقستان به تاجیکستان روان کردنین، البته که هر یک بانک کمیسیا میگیره یا که کورس پس میده. ما به شما میتونیم که همین مبلغ شما چقدر که باشه به کمیسیا روان کنیم. فرق نداره روبل باشه، دلار باشه، یورو باشه، ریال باشه، تانگا باشه، سوم ازبکی باشه، چیزی باشه. خلاصه که ما میتونیم سوم شما را به کمیسیا با والوت خواستگیتون پیرواد کنیم. مثلا روبل میتونیم سومونی به کمیسیا و با کورس خوب، یا اینکه مبلغ قزاقی تنگه با سومونی، یا اینکه سومونی با روبل تنگه دلار چیزی باشه به کمیسیا با لوگوی بانک میتونیم کارتونا بود کنیم. برای مشکل را حل کردن شما در رقم‌های واتساپ مراجعه میکنید و در مدت کوتاه کارتون بود میشود. در یکم کامنتاری سلکه تلگرام کانال ما را میبینید که در آن ویدیوهای جالب و خبرهای مهم بیشتر میبراید. حتما بدروید، پشیمان نمیشین. همه خیر تا ویدیوهای آینده. شب بخیر میمونای طرفی عروس خزم بره شب بخیر یادت سال شب بخیر شب بخیر کاملا چی